فرزندان امروزیم، با هم اگر یکی شویم، دشمن خود را زبون کنیم، حکومت ظلم و ستم ز پای سرنگون کنیم. به یک صدا نه به دیکتاتور اسلامی، همه با هم به اتحاد، نه به ننگ و بدنامی، نه به فقر و نه به ظلم و نه به اعدام، نه به حبس و نه به زجر و نه به ارعام، نه به مولا نه به رهبر، نه به شیطان، نه به غزه یا فلسطین، نه به لبنان، نه به هر کس که ندارد عشق ایران. نه به آیین حجاب و نه به تحقیر، نه به شورای نگهبان، نه به تکبیر، نه به فیلتر، نه به دیکته، نه به دزدی، نه به صیغه، نه به خون بر شقیقه، نه به حبس انفرادی، نه به شک بی اعتمادی، نه به نصب انتصابی، نه به احکام غیابی، نه به شلاق و شکنجه، نه به مشت و نه به پنجه، نه به ترس و نه به وحشت، نه به ناله نه به زجه. به یک صدا نه به دیکتاتور اسلامی.